آنی شاعر دوره قاجاره. بعد یه غزلی گفته که بعد از اون اساتید خوشنویسی به شاگرداشون برای تمرین خط ترکیب خط، چون خیلی سخته این کلمه ها هم نوشتنش هم گفتارش، و بعد برای بیان چیز میکردن. خیلی بگو خیلی خفنه. چند بیتش خاطرم مونده. میگه که پیرکی لال سحرگاه به طفلی الکن، میشنیدم که به دین نوع همیران سخن. کیزه زلفت سس و صبح هم شش شام تاریک، ویزه چهرت شش شامم سس و صبح روشن. تتتریاکیم و بیشش شهد للبت، سس صبر و تاتاتابم به برفت از تتتن. خب طفل گفتا ماما من را تو تقلید مکن، گم شو زبرم. حالا میخواهیم و مشتی به ککلت بزنم که بیفتد ماما مغزت میان ددهن. پیر گفتا خو خدا را سسزد باش و شکر، که رهیدم زررنج و مملال و ممهن. ماما من هم لالالالم مثل تو هم گنگی مثل ماما من. چقدر سخت.